Professor Perfect. نذار پیجن شب دیر بیدار بمونه. اوه خوب شد توی. گوش کن ببین الان داره دیر وقت میشه، منم میخوام برم دندونامو مسواک بزنم. میشه ازت یه خواهشی بکنم؟ نذار پیجن شب دیر بیدار بمونه. مرسی. اول از همه بگم من اصلا خوابم نمیاد، خسته هم نیستم. در واقع الان توی مود یه هات داگ پارتی هستم. نظر تو چیه؟ نه؟ شنیدم امشب یه برنامه خیلی خوب تو تلویزیون در مورد پرنده ها داره. فکر کنم خیلی آموزشی باشه. 5 دقیقه دیگه چی؟ 5 دقیقه بیدار بمونم. قبول کن دیگه 5 دقیقه اصلا چی هستش تو کل دنیا؟ 5 دقیقه چیه؟ چیه؟ یه خمیازه کشیدم دیگه. من خسته نیستم. میدونیم اصلا من و تو دیگه هیچ وقت با هم حرف نمیزنیم. بیا با من صحبت کن، بگو روز تو چجوری سپری کردی. یه ایده خیلی خوب دارم. بیا با هم دیگه بریم ستاره ها رو بشماریم. میشه واسم یه لیوان آب بیاری؟ تحقیقات نشون داده که همه پرنده ها و کبوترها اصلا لازم نیست بخوابن، اصلا خیلی کم 2 دقیقه بخوابن بسته براشون. دین 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 نمیرم بخوابم. خواهش میکنم تو رو خدا. الان تازه توی چین روزه، اصلا شب نیست. فردا شب زود میخوابن. ببینین عروسکم هم نمیخواد بخوابه. به عروسکم که دیگه نمیتونی بگی نه، گناه داره. خب بذار بهت بگم من اصلا خمیازه نکشیدم. من فقط اینجور داشتم خودم رو گرم میکردم، داشتم دستامو تکون میدادم. من مثلا 110% بیدارم. تو که نشنیدی اصلا من خمیازه بکشم. Great work. Thanks. Good night. Professor Perfect.